دوستان عزیز، چند پس رقابت دسته کره شمالی و مالایزیا شروع می گردد. این دو دسته در دور اول به پیروزی دست یافتند و کره شمالی جوانان توپ سالای این دسته در دور اول در یک بخوری سرگل مقابل شریلانکا ظفر یافتند و مالایزیا باشد در دور اول مقابل عمان به پیروزی دست یافت. خوب بینندگان عزیز، در ابتدای گزارش اول شده به حیاتی هر دو دسته شناس میشویم و بعدا گزارش مستقیم خود را ادامه خواهیم داد. خوب، میزبان نمینالی این وخوری جوانان تو 20 ساله کره هستند. در خط دروازه این تیم رقم 1 هانگ کیل ریانگ، محافظتگران رقم 2 کیم جین وان، رقم 3 هان جای یانگ، رقم 5 جانگ اون هیاک و رقم 22 ری سانگ هونگ. خوب، فوتبال بازان خطی نیم حمایه رقم 9 کیم جین سانگ، رقم 19 یو سون اونگ و رقم 21 جانگ سوهون. سگانه خط حمله کره شمالی را رقم 10 چوی کوک که همزمان کاپیتان دسته است، رقم 11 ری کوانگ میانگ و رقم 19 یوسون اونگ تشکیل میدهند. سرمربی دسته توپ سالای کره شمالی جان چول به حساب می رود. خوب، هیئت دسته مالایزیا با چنین ترتیب است: دروازه‌بان رقم 23 حزیق ایمان، محافظتگران رقم 3 محمد فریز دانش، رقم 5 محمد عقیم حزمی و رقم 6 دانش حکیمی و رقم 18 محمد عفیق حکیمی. فوتبال بازان خط نیم حمایه این دسته رقم 9 عزت محمد، رقم 10 محمد هیکل دانش و رقم 13 محمد دانیال. سه نفر در خط حمله دسته مالایزیا بازی میکنند. اینها رقم 15 محمد ایمان حکیمی، رقم 19 جنالتر جوستین و رقم 21 عریف صفان سفری که همزمان کاپیتان دسته است بازی خواهد کرد. سرمربی دسته توپ سالای مالایزیا متخصص از کشور اسپانیا است، خوان تورس گاریدو. خوب، رقابت مذکور امروز دوار از کشور سوریه فریس طویل حکمی میکند. به او از کنارها امجد الخلیل و احمد حسن کمک خواهند کرد. به حیث دوار چهارم باشد محمد جاویز از کشور مالدیو تعیین گردیده است. خوب، بازیگران مالایزیا امروز با پیراهن‌های رنگش سیاه بازی خواهند کرد. در این برابر فوتبال بازان توپ سالای کشور شریلانکا باشد با پیراهن‌های رنگش سرخ میدانداری میکنند و در دور اول طور در ابتدای گزارش نیز قید کردیم هم کره شمالی و هم مالایزیا که در گروه ای قرار دارند به پیروزی دست یافتند و فعلا این دو تیم در زینه‌های یکم و دوم قرار دارند. همه چیز برای شروع این رقابت آماده است و از مرکز میدان فوتبال بازان دسته مالایزیا توپ را به بازی می‌دارند. به خصوص بازیگر شماره 10 این تیم در نزد توپ قرار دارد. این محمد هیکل دانش است، بازیگری که در رقابت قبلی از ضربه جریمه‌ای 11 متره گل دوم دستش را به تیم عمان زده بود. خب، اینجا در آغاز رقابت بازیگران مالایزیا از زود به خط حمله پیوستند. اینجا یک امکانیت را نیز سازمان دادند که به نتیجه به پایان رسید. در گروه ای مسابقه دسته های کره شمالی مالایزیا، تاجیکستان، عمان و شریلانکا برای به دست آوردن راه خط یگانه به مرحله نهایی جام آسیا تلاش میکنند و واقعا هم مالایزیا و هم کره شمالی فاوریت های این گروه محسوب میشوند و واقعا هم این دو دسته در دور اول رقابتی باوری بخش نشان دادند. بخصوص اینجا هنرنمایی فوتبال بازان کره شمالی را به مثال آوردن ارزنده است. اینجا یک قاعده ویرانکنی به قید گرفته می شود. حملهگری دسته کره شمالی هنگامی مبارزه برای به دست آوردن توپ به قاعده دستتیزی دست است. این هم خوان تورس گاریدو است، سرمربی دسته توپ 20 ساله کشور مالایزیا که تجربه کار اساساً در اروپا رو دارد. خوان تورس گاریدو و این متخصص سر از سال 2022 این جانب در کشور مالایزیا کار و فعالیت میکند. به خصوص خوان تورس گاریدو برای آموزش فوتبال بازان 16 17 و توپ 20 ساله مالایزیا
به این منتخب دعوت گردیده است و همکنون خوان تورس گاریدو با بازیگران تو 20 ساله مالایزیا برای به دست آوردن رخت مرحله نهایی جام آسیا 2025 تلاش خواهد کرد. باید قید کرد که مرحله نهایی جام آسیا در همسایه کشور جمهوری مردمی چین برپا می‌گردد سال 2025 و میان 45 دسته قاره آسیا رقابت‌ها برای به دست آوردن مرحله نهایی این مسابقه برپا گردیده ایستاده است. دسته ها در 8 گروه با هم نیروسنجی کرده ایستادند. اینجا امکانیت برای بازیگران کره شمالی به میان می آید ولی دروازه‌بانی دسته مالایزیا حالت مذکور رو برطرف نمود. اوزیق ایمن در وخوری قبلی مقابل عمان و دروازه‌اش یک گل سر داده بود. اینجا نوارهای تکراری پیشنهادی ما و شما می‌گردد. بله اوزیق ایمن نخست شده از موقع خود بیرون برآمد و حالت مذکور رو برطرف نمود. عموما کره شمالی دسته هست که رقابت هجومکار رو بسیارتر در میدان نشان می‌دهد و طرح جایگذاری فوتبالبازان این تیم نیز در رقابت امروزه 4-4-2 است. یعنی سرمربی این دسته اینجا امکانیت برای بازیگران دسته مالایزیا به میان میآید. حالت 1-1 بود در دروازه‌بان و با کجا ضربه میزند حمله‌گر مرکزی دسته مالایزیا عزت محمد. ضربه نه چندان خوب را او اجرا کرد و بهترین امکانیت برای بازیگران این تیم بود. خوب با پس انجام دادن توجه میکنیم چطور از میان 3 بازیگر کره شمالی فوتبالباز شماره 13 مالایزیا محمد دانیال یک پاس بسیار هم عیارانه را انجام داد و طور در حالت قبلی دیدیم حمله‌گر مرکزی مالایزیا از این امکانیت استفاده کردن نتوانست. یعنی توپ رو راست به جانب دستان دروازه‌بان روان کرد. اگر به یگان کنج توپ رو روان میکرد فکر میکنم که بازیگران کره شمالی در بازی‌های مرحله انتخابی نخستین گل خش رو به دروازه خود سر می‌دادند. خوب حالت نوبازی یا خود آفساید به قید گرفته می شود. در وخوری قبلی مقابل شریلانکا بارها بازیگران کره شمالی در حالت نوبازی قرار گرفته بودند و در وخوری امروزه نیز الکی همون حالت‌ها باز هم مشاهده می شود. قاعده بازی ویران گردید. دفاعگر کناری دسته مالایزیا محمد فاریز دانش از پیراهن حریف گرفته سمت حرکتی او را منع کرد. بله از پشت از پیراهن حریف گرفت و قاعده بازی را ویران کرد. رقابت مرحله انتخابی جام آسیا برای به دست آوردن راحت در 10 گروه بازی ها دایر می شوند و از 10 گروه 10 تیم بهترین که در زینه اول قرار می گیرند و مرحله نهایی راحت می گیرند و در این برابر 5 تیم بهترین زینه دوم که با امتیازهای بیشتر در زینه دوم موقع می گیرند آنها نیز امکان اشتراک در مرحله نهایی جام آسیا 2025 را صاحب خواهند شد. پس به داخل جریمه گاه و باز هم دروازه‌بان مالایزیا حزیق ایمن حالت مذکور را برطرف نمود. توپ در نظارت بازیگران کره شمالی است. این نوبت طریق کناری چپ هجوم خش را براه میمونند. امکانیت بینیت خوب برای بازیگران این تیم میتوانست به میان آید ولی در آخرین لحظه بازیگران مالایزیا حالت مذکور را برطرف نمودند. با مرحله نهایی جام آسیا طور گفتیم 5 تیم بهترین زینه دوم نیز امکان اشتراک را پیدا میکند و به حیث دسته 16 هم باشد میزبان مسابقه یعنی جمهوری مردمی چین برآمد خواهد کرد. این مرحله نهایی جام آسیا 2025 سال 2025 در کشور چین برپا میگردد. اینجا بدون قاعده ویران کنید دفاعگران کره شمالی توپ را با نظارت خش گرفتند. به خصوص دفاعگر کناری این تیم در مبارزه برای به دست آوردن توپ خیلی خوب بازی کرد.
باید اقرار شد که کره شمالی فوتبالبازان این تیم در برابر کره جنوبی یک از تیم‌های پرقوت در قاره آسیا محسوب می‌شوند و در مسابقه‌ای که این دسته امکان اشتراک را پیدا کند حتما برای حریفان مشکلی ایجاد خواهد کرد. خب بار دوم در رفتی قسم اول بازیگران کره شمالی امکان پیدا میکنند که از ضربه کنجی توپ رو با بازی درآورند. امکانیت برای بازیگران این تیم پس نه چندان خوب به داخل جریمه‌گاه. در کنار چپ مبارزه برای به دست آوردن توپ ادامه دارد و همینطور اوت توسط بازیگران مالایزیا. اینجا فوتبالبازان مالایزیا به خط حمله میپیوندند از کنار راست میدان. امکانیت برای بازیگران این تیم محمد ایمن حکیمی در احاطه 3 نفر و توپ را از دست داد. باید سری وقت پاس میداد ولی این کارو نکرد. محمد ایمن حکیمی که در واخور امروزه همچون حملهگری کناری راست بازی کرده ایستاده است. یک پاس بسیار هم خوب به داخل جریمه‌گاه مالایزیا ولی سدگذاری از جانب دفاعگران مالایزیا. در واخور قبلی که یعنی در بازی اول مرحله انتخابی که کره شمالی با شریلانکا بازی کرد، بازیگران این تیم به پررگی تشبث را در دست خویش داشتند، یعنی با شریلانکا عموما امکانیت ضربه زدن و به هجوم گذاشتن را نمیدادند. خب بیاید بعد توجه میکنیم به هجوم بازیگران کره شمالی. در آخرین لحظه توپ را از دست داد حمله‌گر کناری این تیم ری سانگ هونگ. بار دیگر فوتبالبازان کره شمالی به خط حمله میگذارند. کیم جین سانگ اینجا قاعده بازی تقلونه ویران گردید و سرمربی مالایزیا خوان تورس گاریدو از داوری مرکز طلب دارد که باید کارت زرد نشان دهد و فوتبالباز شماره 9 کره شمالی کیم جین سانگ. خب نوارهای تکراری پیشنهادی ما و شما میگردد. هنگامی که بازیگران مالایزیا میخواستند به خط حمله بروند در مبارزه برای به دست آوردن توپ قاعده بازی اندکی ویران گردید ولی داور مرکز به خاطر که این زمان فوتبالبازان تا جای جوان هم هستند بعضی حالت ها رو صرف نظر میکند. باوری دارد که در ادامه واخوری حتما این خطاگی ها تکرار نمی شود. در واخوری دور اول مالایزیا عمان را ناکام نمود با حساب 2-1. آنجا در دقیقه 30 واخوری دفاعگر این تیم موزس راج گل اولی دستش را به هدف رسانده بود و بعدا موزس راج دفاعگر مرکزی مالایزیا اوسه برداشته میدان را ترک کرد ولی در هفته واخوری امروزه یعنی در هیئت اساسی قرار نگرفته است. یعنی معلوم می شود که موزس راج اوسه باش چندان جدی هم هست که در واخوری امروزه خوان تورس گاریدو او را به هیئت اساسی شامل نکرد ولی موزس راج در کرسی های احتیاطی قرار دارد و در ادامه واخوری شاید به بازی همراه شود. خوب فوتبالبازان دسته کره شمالی از ضربه کنجی توپ را با بازی در آوردند. توپ از میدان بیرون نگردیده است و همین طریق بازیگران مالایزیا به خط حمله رفتن نمیتوانند. طول 12 دقیقه رقابت است که مالایزیا در خط دفاع نشسته کوشش به خرج می‌دهد که از همون عکس الهجوم ها بسیارتر کار گیرد.
بدون قاعده ویران کنی بازیگران مالایزیا توپ رو به نظارت خش گرفتند ولی هجوم خش رو براه موندن نتوانستند. کره‌یگی ها فشار شدید میارند. گل دوم دسته مالایزیا رو در رقابت مقابل شریلانکا نیم محافظتگر این تیم محمد هیکل دانش در دقیقه 65 به ثمر رسانیده بود از ضربه جریمه‌ای 11 متره و محض پیروزی دستش رو همین گل زده محمد هیکل دانش تامین کرد، زیرا در پایان آن وخوری سایترش در دقیقه 88 دوباره آن وخوری بعد دروازه عمان پنالتی تعیین نموده بود. آن دیدار باعث شد دوباره یک به انجام رسیده بود. خوب در هفته وخوری امروزه مرتبه چهارم است که بازیگران کره شمالی از ضربه کنجی امکان پیدا میکنند که توپ رو به بازی درآورند. خوب توجه میکنیم به این ضربه کنجی، ارسال به داخل جریمه‌گاه، امکانیت برای بازیگران این تیم. باز هم حاذق ایمن دروازه‌بان مالایزیا در موقع خود استوار است. اینجا با یک پایغچ توپ رو در میدان باقی گذاشت ولی داور کنار اشاره دارد که توپ از میدان بیرون شده است. وسیقی میدان کفایه نکرد که بازیگران کره شمالی هجوم نوبتی خش را براه مانند. کره شمالی مرحله انتخابی جام آسیا را بسیار هم با یک پیروزی بزرگ شروع نمود. 4 گل بازیگران این دسته به دروازه شریلانکا زدند و 3 گل آنها را در آن وخوری نیم محافظتگر این دسته ری یانگ داک به ثمر رسانید. این نیم محافظتگر در دقیقه 34 64 و 77 3 دفعه با سر توپ رو وارد دروازه شریلانکا کرد و یک گل دیگری بازیگران کره را باشد در آن وخوری کاپیتان این دسته چای کوک به ثمر رسانده بود. و در دور دوم حریف کره شمالی تیم مالایزیا است و دو دسته که در زینه‌های یکم و دوم با کسب 3 امتیازی فعلا قرار دارند امروز با هم نیروسنجی خواهند کرد و وخوری دیگری دور دوم گروه ای با اشتراک تیم‌های شریلانکا و تاجیکستان برگزار می شود که آن وخوری ساعت 20 محض در ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه برپا می شود. عموما همه بازی های مرحله انتخابی جام آسیا در گروه ای که میزبانیش را کشور ما یعنی تاجیکستان به عهده گرفته است در ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه برگزار خواهند شد. اینجا قاعده بازی اندکی ویران گردیده است. فوتبال بازان کره شمالی بخصوص نیم محافظتگر این تیم در حالت قبلی ببینید بعد از آن که کمی توپ از نظارتش پیشتر شد اندکی به پای حریف برخورد. توپ را باید در اجرای فوتبال بازان کره شمالی نمای حمله این دسته را میبینیم از کنار راستی میدان و قاعده بازی ویران شد. اینجا از جانب داور ابتدا کارهای فهماندهی یا خود همون آگاهی داده می شود به بازیگری مالایزیا. فوتبال باز تحت شماره 5 محمد عقیم حزمی در حالت تکرار نمودن، یعنی باز هم به قاعده سازی دست این نوبت حتما با کارت زرد مجازات می‌گردد. خوب برای فوتبال بازان کره شمالی از ضربه استانداردی امکانیت به میان میآید. پاس دور و دراز با داخل جریمه‌گاه، امکانیت برای بازیگران این تیم ولی از جانب فوتبال بازان مالایزیا این حالت قطع گردید. چای کوک در داخل جریمه‌گاه ضربه او رو می‌بینیم. حمله کره‌یگی های ادامه دارد. ضربه و تو به دست بازیگر مالایزیا برخورد یا اینکه نه. فوتبال بازان کره شمالی از داور مرکز طلب دارند که باید پنالتی تعیین شود ولی داور این وخوری که از کشور سوریه است
تاکنون آرام است. طول 17 دقیقه است که کره شمالی پیوسته در خط حمله قرار میگیرد و با چنین ترتیب بازی کردن تا کجا به آنها نتیجه میدهد حتما در ادامه این رقابت خواهیم دید. دسته کره شمالی یعنی تیم جوانان تا 20 ساله این دسته قهرمان سه کرته آسیا است. بار اول فوتبال بازی کره شمالی در سال 1976 با پیروزی دست یافته بودند. خوب یک فوتبال بازی کره شمالی از پای افتید. بازیگر شماره 10 این تیم محمد هیکل دانش. ببینید هنگامی با هجوم رفتن فوتبال باز شماره 21 کره شمالی جانگ سوهو با قاعده استیزی دست زد و کارت زرد گرفت. این نخستین کارت زرد در جریان رقابت امروزه است و فوتبال بازی کره شمالی با ورگه زرد مجازات گردید. یک پاس دورو دراز به خط حمله کره شمالی و کسی نیست که هجوم این دسته را گسترش بخشد. بار آخر مرحله نهایی جام آسیا میان جوانان تا 20 ساله در کشور همسایه کشور ازبکستان برگزار شده بود. خوب در دقیقه 20 وخوری در حیات کره شمالی تغییرات به میان می آید. فوتبال بازی رقم 11 ریک ونگ میانگ از میدان گرفته شد و با جای او از کرسی های احتیاطی این تیم بازیگر تحت شماره 14 کیم سه جین وارد میدان شد. یکی از خصلت های خاصی سرمربی دسته کره شمالی جان چال در آن است که فوتبال بازی که در میدان یعنی همون میخواستگی های سرمربی رو انجام داده نمیتواند نوبت از آن که دقیقه چندم وخوری است حتما او رو عوض میکند. در وخوری قبلی مقابل شریلانکا جان چال در قسم اول رقابت دو فوتبال بازی خود رو عوض نموده بود که یکی از آنها فوتبال بازی شماره 11 این دسته بود. خوب اینجا داور کناری قاعده ویران کنی رو به نوبت میگیرد. به خصوص حمله‌گر کناری کره شمالی بازیگر رقم 2 کیم جینوان در مبارزه برای به دست آوردن توپ با قاعده استیزی دست زد. در مورد دستاوردهای تیم کره شمالی میگفتیم بینندگان عزیز که قهرمان سه کرته آسیا به حساب میروند. بار اول سال 1976 در کشور تایلند بازیگران این تیم به پیروزی دست یافتند و بار دوم سال 2006 در هندوستان فوتبال بازی تا 20 ساله کره شمالی با پیروزی دست یافتند و مراتب سوم باشد سال 2010 در جمهوری مردمی چین بازیگران کره شمالی با پیروزی دست یافته بودند. سالهای قبل مرحله نهایی جام آسیا میان فوتبال بازی تا 20 ساله نبود بلکه میان بازیگران تا 19 ساله برپا میگردید. امکانیت برای بازیگران دسته مالایزیا دروازه‌بان کره شمالی از موقع خود بیرون شد و توپ رو از داخل جریمه‌گاه خود زده بیرون کرد. بالاخره جوانان تا 20 ساله مالایزیا اینجا با قاعده ویران کنی توپ رو به دست آوردند که بالاخره داور مرکز رفتی وخوری رو منع کرد.
سر سال 2023 این جانب مرحله نهایی جام آسیا میان فوتبالبازان تو 20 ساله برگزار می‌گردد. یعنی قبل از این در سالهای پیش، یعنی سالهای 2018 2016 2014 میان بازیگران تا 19 ساله مرحله نهایی جام آسیا برپا می‌گردید و قهرمان فعلی جام آسیا میان بازیگران تا 20 ساله این بازیگران دسته ازبکستان به حساب می‌روند که سال 2023 مرحله نهایی جام آسیا در ازبکستان برپا گردید و میزبانان این مسابقه در فینال تیم عراق را شکست داده عنوان قهرمانی را مولی خویش نموده بودند. در برابر آن که کره شمالی 3 مرتبه در جام آسیا قهرمان گردیده است، همزمان یک مرتبه دیگر در فینال اشتراک کرده است. سال 2014 بازیگران کره شمالی در فینال مرحله نهایی جام آسیا قرار گرفته بودند و آنجا بازیگران این تیم از تیم قطر، از جوانان تا 19 ساله قطر ناکام شده بودند. ولی در مرحله نهایی جام آسیا سال 2023 بازیگران کره شمالی اشتراک نکردند و عموما بسبب پاندمی کووید 19 فوتبالبازان کره شمالی طی 4 سال از اشتراک در مسابقه‌های سطحی بین المللی خودداری کردند. اینجا در هفته بخور امروزه نخستین مرتبه بازیگران مالایزیا از ضربه کنجی توپ را با بازی می‌دارند. پس به داخل جریمه‌گاه امکانیت برای بازیگران این دسته و در لحظه که ما دیدیم فوتبالباز کره شمالی با یک ضربه سخت توپ را از جریمه‌گاه خویش زده بیرون کرد. آهسته آهسته بازیگران مالایزیا نیز به خود می آیند، یعنی از خط دفاع خویش به خط حمله مایل می شوند. این چیز را ما طی یک چند دقیقه اخیر مشاهده نمودیم. پس به خط حمله این تیم محمد هیکل دانش مبارزه را ادامه می دهد برای به دست آوردن توپ و بالاخره فوتبالباز کره شمالی زیر فشار قرار گرفت و توپ را زده از میدان بیرون کرد. اینجا قاعده بازی ویران نشده است. اینجا بازیگر مالایزیایی اند که به نیرنگ بازی دست زد. هجوم بازیگران کره شمالی ادامه دارد. از کنار راستی میدان چوی کوک اند که صورت حمله کره‌ای ها سوس شد. پس به داخل جریمه‌گاه اینجا امکانیت ضربه زنی داشت ولی به توپ رسیده نتوانست. یک ضربه بسیار هم سخت و توپ بعدی رسیش به بازیگری دسته مالایزیا اندک سرعت خود را کاهش داد و به همین ترتیب دروازه‌بان مالایزیا حوزی قیمن توانست که حالت مذکور را برطرف نماید. در مرکز میدان توپ را با فوتبالبازان کره شمالی ارسال به کنار چپ میدان و این پس خطا بود. فوتبالباز شماره 21 از هیئت کره شمالی جانگ سوهو اندک پس نادرست به همدستش انجام داد. بازیگران کره شمالی در برابر آن که در مرحله نهایی جام آسیا 3 مرتبه پیروز شدند و 1 مرتبه دیگر در فینال اشتراک کردند، همزمان اشتراکچی چمپیونات جهان نیز به حساب می روند. این دسته بار اول در سال 1991 یعنی دو کره جنوبی و کره شمالی یکجا شده در قهرمانی جهان شرکت کرده بودند. بعد از آن که کره شمالی همچون دولت الهیده تشکیل کرده شد، این دسته در سال 2007
در چمپیونات جهان اشتراک کرده بود. در چمپیونات جهانی سال 2007 کره شمالی در رقابت مرحله گروهی امکان اشتراک را پیدا نموده بود. همچون دسته از کشور آسیا اینجا خود بازی اندکی ویران گردیده است. در چمپیونات جهانی سال 2007 بازیگران تا 19 ساله کره شمالی در مرحله گروهی با تیم‌های ارژانتین، چخیا و پاناما نیروسنجی کردند. ولی از نتیجه سه بازی مرحله گروهی کره شمالی با 2 امتیاز در زینه سوم قرار گرفته بود و از گروه خش راه خود را به مرحله پلی آف هموار کردن نتوانسته بود. با استثنای چمپیونات جهانی سال 2007 همزمان کره شمالی یک مرتبه دیگر در قهرمانی جهان میان جوانان تا 20 ساله شرکت کرده است. در سال 2015 کره شمالی باز هم از رقابت مرحله گروهی و دور بعدی را یافتن نتوانسته بود. آنجا بازیگران این تیم در بازی‌های گروهی با تیم‌های برزیل، نیگریا، ونگریا نیروسنجی کردند. در چمپیونات جهانی سال 2010 این دسته بدون امتیاز مسابقه مذکور را به پایان رسیده بود. و از سر سال 2015 کره شمالی به استثنای مسابقه سطحی قروی دیگر در یگان مسابقه از این بلندتر یعنی در چمپیونات جهان شرکت نکرده است. حتی دسته در سال 2023 در مرحله نهایی جام آسیا با سبب پاندمی کووید 19 نتوانست که شرکت کند و دیگر باره بازیگران این دسته برای پیدا کردن راه خط به 41مین مرحله نهایی جام آسیا مبارزه برده ایستادند. در همین حالت فوتبال بازی مالایزیا آسیب گرفت. محمد هیکل دانش از پای راست خود اندکی آسیب گرفته است و فکر میکنم که به یاری طبیبان نیاز دارد. بله، یاری اولیه طبی نیز به محمد هیکل دانش رسانیده می شود. نیم محافظتگر دسته مالایزیا که تا جای یک فوتبال بازی کلیدی این دسته نیز به حساب می رود، چون ما در واخوری دوره اول مقابل عمان بازی او را اندکی مشاهده نمودیم. واقعا هم هنگامی سازمان دادن هجوم های دستش بسیار هم نقشی بارز دارد محمد هیکل دانش و طوری گفتیم یک گل را در آن واخوری محمد هیکل دانش از ضربه پنالتی به هدف رسانده بود. البته با گذشت سال از سال فوتبالبازانی که در مرحله نهایی اشتراک میکنند سینشان بزرگتر می شود و فوتبالبازان نسل نو و با مسابقه های بعدی می آیند برای اشتراک کردن. ولی مقصد از این گفته ها چی است؟ یعنی این منتخب ها فوتبالبازان در همه سن و سال دارند که می توانند در قاره آسیا برآمدی با موفقانه کنند. یعنی با گذشت چند سال دیگر 2 یا 3 سال باز فوتبالبازان تا 20 ساله در حیات کره شمالی و مالایزیا کشف می‌گردد که باز هم در مرحله انتخابی جام آسیا شرکت می‌کنند. به استثنای رقابتی که عین زمان برگزار شده است، همزمان یک قطار بازی‌ها در دایره واخوری های دور دومی مرحله انتخابی در دیگر گروه ها نیز دایر گردیدند. از جمله در گروه ای مسابقه در یکی از واخوری هایی که چند ساعت پیش برگزار شده بود تیم های بنگلادش و گوام با هم نیروسنجی کردند که اون واخوری با حساب 2-2 به پایان رسید. بعدا یک واخوری دیگر در گروه بی مسابقه برپا گردید. همسایه کشور ازبکستان با حساب بزرگ 7-0 تیم کامبودیا را ناکام کرد.
و رقابت دیگری که در دوره بازی‌های دوره دوم مرحله انتخابی جام آسیا برپا شده ایستاده است، محض این واخوری دسته‌های کره شمالی و مالایزی است که این زمان ما و شما در تلویزیون فوتبال اون را مستقیما تماشا داریم. دیگر بار از مرکز میدان بازیگران مالایزیا به خط حمله رفتنی میشوند، ولی در لحظه قبلی هجومی بازیگران این تیم قطع گردید. پاسی دور و دراز به کنار چپ میدان، ارسال به داخل جریمه‌گاه و توپ راست به دست دروازه‌بان کره شمالی هانگ کیل ریانگ. هجوم خوب را مالایزیایی ها سازمان دادند، ولی هنگام پاس دادن بازیگر شماره 3 این تیم محمد فرزدانیش اندکی سراسیمه شد. آنجا امکانیت داشت که می توانست با پاس هجومی دستش را ادامه دهد، ولی او اندکی سراسیمه شد و خواست که همدستش که در داخل جریمه‌گاه بودند آنها را زود به هجوم پیوست کنند. بار دیگر قاعده بازی در هفته واخوری امروزه ویران شد. این نوبت فوتبال بازان مالایزیا به قاعده استیزی دست دادند. محمد فرزدانیش مقابل بازیگر رقم 9 کره شمالی کیم جینسانگ اندکی قاعده بازی را ویران کرد. ادامه حمله فوتبال بازان دسته کره شمالی پسی نه چندان خوب به داخل جریمه‌گاه بود. نوبت از این چیز هجومی بازیگران این دسته ادامه می‌یابد. پس به کنار چپ میدان گزارش بسیار هم خوب بازیگران کره شمالی یک امکانیت خوب را در داخل جریمه‌گاه این دسته سازمان می‌دهند. ضربه و دروازه‌بان دسته مالایزیا قریب بود که به یک مشکلی روبرو میشد و در اینجا بازیگری دسته مالایزیا محمد هیکل دانش از پای افتانیده می شود. اینجا فوتبال بازان این دسته طلب دارند که باید برگه زرد نشان داده شود. برقصدانه محمد هیکل دانش را از پای زده افتان فوتبال بازی رقم 3 دسته کره شمالی هان جای یانگ. خب بینندگان عزیز، تا کنون یک بازیگر از هیئت کره شمالی کارت زرد گرفته است و واقعا هم در هفته واخوری امروزه فوتبال بازان این تیم در اکثر حالت با قاعده ویران کنی توپ رو با نظارت خیش میگیرند. اینجا هم دیگر فهمی نه چندان خوب بود با اشتراکی بازیگران دسته مالایزیا. نوبت از این چیز هجومی این تیم ادامه می‌یابد. داور مرکز در حالت قبلی ویران شدن قاعده بازی رو بین و بعد میگیرد. خوب جان چال با ما نشان داده می شود، سرمربی دسته توپ 20 ساله کره شمالی از مرز میدان به دستپروران خیش دستور و سپارش ها می‌دهد. در نشست مطبوعاتی قبل از شروع بازی‌های مرحله انتخابی جام آسیا 2025 که با اشتراک سرمربی‌های دسته‌های تاجیکستان، شریلانکا، عمان، مالایزیا و کره شمالی برگزار شد، جان چال اونجا سخن کرد، ابراز داشت که ما بازیگران بهترین را به دسته دعوت نمودیم و حتما در این بازی ها به نتیجه ارزنده صاحب خواهیم شد. و در مورد حریفان گروه ای خود دستهایی که در گروه ای قرار دارند جان چال سخن نمود و ابراز داشت که اینجا ضربه چندان قوی از بیرون از جریمه‌گاه اجرا شد، به خصوص فوتبال بازی شماره 14 این تیم که از کرسی های احتیاطی به میدان آمد
کیمسه جین ضربه زد. خب نوارهای تکراری پیشنهادی ما و شما میگردد. خب با ضربه زده کیمسه جین اینجا توجه کردیم. باز هم فوتبال بازان کره شمالی به خط حمله می روند. کیمسه جین در احاطه 2 نفر پس خطا به همدسته اش ارسال کرد. با پاس های دور و دراز بازیگران مالایزیا کوشش دارند که به خط حمله بروند. 2 دقیقه 38 وخوری. البته این چیز به بازیگران مالایزیا میسر نمیگردد به استثنای همون حالتی که در دقیقه 8 وخوری به میان اومده بود که با یک پاس بسیار هم خوب فوتبالباز شماره 9 مالایزیا عزت محمد او دروازه‌بان 1 به 1 برآمد ولی نتوانست که از آن حالت مناسب به زدن گل دست یابد. باز هم قاعده ویرانکنی به قید گرفته می شود. کیمسه جین اندکی درشت بازی کرد. حالت استانداردی برای بازیگران دسته مالایزیا. ارسال توپ به داخل جریمه‌گاه. امکانیت برای بازیگران این دسته حالت نوبازی نیست، هرچند دروازه‌بان کریگی به داور کناری اشاره دارد که بازیگر مالایزیا در حالت نوبازی قرار داشت ولی اینجا قاعده بازی دغلانه ویران شد و داور سوریگی با دستان خود اشاره کرد 1 2 3 و نهایت کارت زرد. 1 2 3 یعنی از آن شهادت میدهد که قبلا او قاعده بازی رو ویران کرده بود ولی داور مرکز حالتهای قبلی رو صرف نظر کرد ولی در این حالت باشد مجبور شد که باید محمد فریز دانش کارت زرد گیرد. از قسم اولی وخوری دسته کره شمالی و مالایزیا 40 دقیقه پشت سر گردید و تا کنون حساب 0 بر 0 است. اگر رقابت امروزه را ما با وخوری های قبلی این دو تیم مقایسه کنیم در وخوری های دور اول الکی هم مالایزیا و هم کره شمالی دروازه حریف را رخنه کرده بودند. بخصوص مالایزیا در آن وخوری در دقیقه 30 به زدن گل دست یافت و کره شمالی باشد در دقیقه 34. با پاسای کوتاه توپ با بازی در آورده شد. ارسال توپ با داخل جریمه‌گاه و کسی نیست که با توپ یک رسش کوچک انجام دهد. بار دیگر فوتبال بازان کره شمالی به خط حمله میگذارند. امکانیت برای فوتبال بازان این تیم و اوت. در جریان قسم اول رقابت بازیگران کره شمالی در قیاس به حریف یعنی در قیاس با بازیگران دسته مالایزیا امکانیت‌های بیشتری گلزنی داشتند ولی از این چیز بازیگران کره به خوبی استفاده کردن نمی‌توانند. پورا 11 نفره 10 نفره بازیگران مالایزیا در خطی هم دفاع قرار گرفتند. اینجا قاعده بازی ویران گردید بخصوص با این چیز دوباره کناری اشاره میکنند. خوان تورس گاریدو سرمربی 44 ساله دسته جوانان توپ 20 ساله مالایزیا که زاده کشور اسپانیا است و عموما خوان تورس گاریدو یک مدت در تیم‌های آوازه‌دار اروپا نیز کار و فعالیت کرده است. اینجا توپ با بازی در آورده شد.
باز هم با فوتبالبازان مالایزیا امکان دست داد که هجوم حریف را برطرف کنند. هجوم کره شمالی ادامه می‌یابد. ارسال به کنار چپ میدان، یک پاس بسیار هم خوب با داخل جریمه‌گاه و هجوم این دسته ادامه می‌یابد. کیمی جینوان ارسال توپ با داخل جریمه‌گاه و حوزه قیمن توپ با دستانش رسیده است. داوری مرکز ضربه کنجی تعیین می‌کند. هرچند حوزه قیمن جهیش انجام داد ولی توپ رو با دستان خود گرفته نتوانست. ارسال توپ با داخل جریمه‌گاه و این نوبت اوت است به سودی فوتبالبازان مالایزیا. تا پایان قسم اول وخوری نیز کمتر از 3 دقیقه باقی میماند و حساب 0-0 است. در مورد سرمربی دسته مالایزیا، دسته جوانان البته این دسته حرف میزدیم، خوان تورس گاریدو که در گذشته یک مدت در تیم‌های آوازدار اروپایی نیز کار میکرد. به خصوص این متخصص اگر ما به فعالیت مربیگی او توجه کنیم، البته او در هیئت دسته جوانان انیکترش نورسان دسته بارسلونا در سال 2016 کار میکرد. بعدا او فعالیت مربیگی خیش رو در دسته گرانادا ادامه داده است. او در گرانادا به حیث منیجر اکادمی کار میکرد و سر سال 2022 خوان تورس گاریدو به آسیا آمد، به خصوص به کشور مالایزیا. کار رو از فوتبالبازان توپ 22 ساله این کشور شروع کرد. بعدا در هیئت جوانان توپ 23 24 و 19 و 20 ساله دسته مالایزیا ادامه داد. یعنی در مسابقه‌ای که میان بازیگران تو 19 20 و 23 دایر میشوند، حتما خوان تورس گاریدو موظف میشود که دسته را راهبری کند. ولی بعد قید نمود که سر سال 2022 که این متخصص اسپانیا با همراهی منتخب‌های جوانان مالایزیا کار فعالیت میکند، یگان نتیجه نظررس را صاحب نگردیده است. اینجا یک بازیگر دسته مالایزیا آسیب گرفت، به خصوص فوتبالبازی شماره این تیم دانش حکیمی. نه معذرت دوستان عزیز، این بازیگر شماره 9 عزت محمد بوده است. این زمان عزت محمد به یاری طبیبان نیاز دارد. خوب 45 دقیقه قسم اول رقابت نیز پشت سر گردید و داوری مرکز فراس طویل با جریان قسم اول 2 دقیقه زم کرد که علاقه دقیقه یکم اضافه نموده او تلف یافته ایستاده است. یعنی به بازیگری مالایزیا از جانب طبیبان یاری اولیه طبی رسانیده شده ایستاده است. خوب بینندگان عزیز، مخلصان و علاقمندان شبکه فوتبال، ادامه می‌یابد وخوری دسته کره شمالی و مالایزیا در دایره بازی‌های دور دوم مرحله انتخابی جام آسیا 2025 میان منتخب‌های تو 20 ساله. یادآور می‌شویم که
بعد از گزارش شدن 47 دقیقه تا کنون حساب گشوده نشده است. اینجا یک برخورد بسیار هم سخت با اشتراک فوتبال بازان دسته مالایزیا و کره شمالی. فکر میکنم هر دوی بازیگران به یاری طبی نیاز دارند. خب حالتهای تکرار از زاویه های گوناگون پیشنهاد ما و شما میگردد که اینجا فوتبال باز شماره 21 کره شمالی جان سوهو که چطور هنگامی مبارزه برای صاحب شدن توپ با قاید استیزی دست زد. اینجا خوان تورس گریدو از قضاوت داور ناراضی است و نوبست از این چیز داور مرکز از دادن کارت زرد به فوتبال بازان خودداری میکند. پس دور دراز به خط حمله بازیگران کره امکانیت نمیدهند که حریف هجوم خیش را براه ماند. اینجا بازیگران مالایزیا به خط حمله میروند. یک ضربه بسیار هم سخت از مرکز میدان و به نتیجه. خب دوستان عزیز، در همین لحظه ها قسم اول وخوری دسته‌های کره شمالی و مالایزیا به انجام میرسد. یادآور میشم که در قسم اول وخوری با وجود آن همه امکانات گلزنی ولی حساب شده نگردید. اندک تنفس میکنیم و بعدا به قسم دوم این رقابت برمیگردیم.
قسم دویمی وخوری دسته های جوانان تو 20 ساله کره شمالی و مالایزیا یادآور میشویم که بعد از انجام نیمه یکم رقابت حسابی این وخوری شده نشده است، یعنی نتیجه این وخوری تا کنون 0-0 است، با وجود اون که در نیمه اول رقابت دسته ها امکانیت گلزنی داشتند، به خصوص بازیگران کره شمالی پیوسته در خط حمله قرار می گرفتند، ولی یگانی از این دسته ها به زدن گل دست نیافتند. خوب، در آغاز قسم دوم معرفی هیئت ها را شروع میکنیم و نخست شده از بازیگرانی دسته کره شمالی شروع خواهیم کرد. در آغاز قسم دوم کره‌گی ها به هجوم میگذارند، امکانیت برای بازیگران این تیم، هجوم این دسته ادامه دارد، ولی ضربه زده حمله‌گر این تیم پهلوتر از دروازه از میدان بیرون گردید. خوب، ضربه را کاپیتان دسته تو 20 ساله کره شمالی چای کوک روان کرد و در دو مورد ضربه زد. البته در حالت اول ضربه زده او را دفاعگران مالایزیا برطرف کردند و در 92م ضربه زده او خطا رفت. خوب، در خط دروازه کره شمالی دروازه‌بان رقم 1 هانگ کیل ریونگ، دفاعگران رقم 2 کیم جین وان، رقم 3 هان جای یونگ، رقم 5 جان اون هیوک و یک دفاعگر دیگر تحت شماره 22 ری سانگ هونگ است. نیم محافظتگران دسته کره شمالی رقم 7 رقم 9 کیم جین سانگ، رقم 19 یو سو اونگ و رقم 21 جانگ سو هون. سگانه خط حمله دسته کره شمالی را این شماره 10 چای کوک، رقم 11 ریک وانگ میونگ و فوتبال با ساعت شماره 7 ری یونگ دوک تشکیل میدهند. سرمربی این دسته جان چول است. خوب، هیئت دسته مالایزیا دروازه‌بان رقم 23 حزیق ایمن، دفاعگران رقم 18 محمد افیق حکیمی، رقم 3 محمد فریز دانش، رقم 5 محمد عقیم حزمی و رقم 6 دانش حکیمی. فوتبالبازان خط نیم حمایه این تیم رقم 9 عزت محمد، رقم 10 محمد هیکل دانش و رقم 13 محمد دانیال. در خط حمله دسته مالایزیا رقم 15 محمد ایمن حکیمی و فوتبال باز تحت شماره 19 جنالتر جاستین بازی میکنند. سرمربی این دسته متخصص از کشور اسپانیا خوان تورس گاریدو است. خب، رقابت امروزه را داور مرکز از کشور سوریه فریز طویل حکمی میکند. از کنارها با آنها امجد الخلیل و احمد حسن کمک خواهند کرد. اینجا یک برخورد بسیار هم سخته با اشتراک بازیگران دسته کره شمالی و مالایزیا صورت میگیرد و هر دو بازیگر طور به نظر میرسد آسیب جدی هم گرفتند. در حالت قبلی داور مرکز زود طبیبان را به میدان دعوت نمود. یکی از قفس سینه خود آسیب برداشت و دیگری باشد از رخساره خود. در همین لحظه ها سرمربی دسته کره شمالی جان چول در اکران های ما و شما قرار میگیرد. البته اگر بازیگر مذکور وخوری را ادامه دادن نتواند، حتما از کرسی های احتیاطی با جای او یک بازیگر دیگر به میدان وارد خواهد شد و این هم فوتبال بازان هیئت احتیاطی کره شمالی که شمارهشان 12 عدد را تشکیل میدهد، از جمله 2 دروازه‌بان، 4 محافظتگر، 3 حمله‌گر و 3 نیم حمایتگر. خوب، داور مرکز برگه زرد را از جیب خود بیرون کرد و به کی نشان میدهد. اینجا بله فوتبال بازی شماره 5 دسته کره جان اون هیوک کارت زرد گرفت و در هفته وخوری امروزه دویمین بازیگر دسته کره شمالی بنابر سبب قاعده بیان کنی کارت زرد میگیرد. اینجا یک پاسی بسیار هم خوب از میانی پایهای دفاعگر دسته کره شمالی پاس داد. بازیگران کره شمالی به خط حمله میروند. از کنار چپ میدان ارسال توپ به مرکز
همکنون هجومی فوتبالبازان کره طریقی کناری راست براه مانده می شود. یک پاس درو دراز با کنار چپ، توپ از میدان بیرون نگردیده است. ادامه حمله این دسته رو می بینیم. ری سانگ اونگ پاسیو با کنار مقابل. کیم جین وان از کنار چپ میدان. در قسم اول واخوری در قیاس با مالایزیا کره شمالی امکانات بیشتر داشت. اینجا یک ضربه نه چندان موافق و مناسب از مرکز میدان اجرا گردید. بله تبرید دیدیم از پهلوی دروازه ضربه زده ری سانگ هونگ از میدان بیرون شد. بار دیگر بازیگران مالایزیا برای به هجوم رفتن تلاش نمودند و به مانند قسم اول باز هم به نتیجه است. هجومی فوتبال بازانی دسته کره شمالی کیم سجین از چند نفر میگذارد ضربه او و اینجا حالت نوبازی به قید گرفته می شود. فوتبالباز شماره 7 دسته کره شمالی ریانگ داک در افساید قرار گرفته بود. و باز هم از زاویه‌های گوناگون حالتی که چند پیش به میان آمده بود پیشنهادی ما و شما گردید. دسته مالایزیا یکی از تیم‌های در قاره آسیا است که طی چند سال اخیر در مرحله نهایی مسابقه اشتراک کردن نمیتواند. بار اخیر فوتبالبازان تا 20 ساله مالایزیا در مرحله نهایی جام آسیا در سال 2018 شرکت کرده بودند و اونجا مالایزیا در گروهی دی قرار گرفته بود با همراهی دسته های اردن، تایپی چین و کره شمالی. امکانیت برای بازیگران این دسته ضربه بسیار هم خوب در دو حالت دروازه‌بان دسته مالایزیا اوزیق ایمن دروازه خود را از گل نجات داد. در ادامه واخوری دفاعگران مالایزیا را ضرور است که باز هم جدی‌تر شوند، اگر نه پیوسته برای ماندن چنین حمله های خطرناک باعث بران می شود که بازیگران این دسته توپ را از داخل دروازه خود بیرون کنند. خوب در حالت قبلی فوتبالبازی شماره 14 دسته کره شمالی کیم سجین بود که امکاناتی بنیاد خوب پیدا کرد. ببینید ابتدا ضربه زده او را اوزیق ایمن برگرداند و در نوبت دوم کیم جین سانگ اون نیز یک کوشش کرد ولی به اوزیق ایمن میسر گردید که در دو حالت پای هم ضربه زده حریف را برگرداند. در مرحله نهایی چمپیونات آسیا در سال 2018 دسته مالایزیا در گروه دی با همراهی بله در گروه دی قرار گرفته بود. آنجا دسته مذکور با تیم های عربستان سعودی، تاجیکستان و جمهوری مردمی چین قرار گرفته بود. در دور اولی مرحله نهایی چمپیونات آسیا مالایزیا از عربستان سعودی با حساب 2-1 شکست خورد. در دور دوم با جوانان تا 20 ساله کشور ما با نتیجه مساوی 2-2 رقابت را به انجام رسانیدند. اینجا یک فوتبالباز دیگری کره شمالی کارت زرد گرفت. این بازیگری رقم 22 ری سانگ هونگ است. در اکثر حالت بازیگران کره شمالی با قاعده ویران کنی توپ رسانی میشوند و در حالت قبلی باز هم مقابل هیکل دانش یکی از فوتبالبازی که در نیمه اولی واخوری پیوسته مقابلش قاعده بازی ویران گردیده بود.
البته این بازیگران جوان هستند، یعنی مسابقه مذکور میانی بازیگران توپ 20 ساله برگزار شده ایستاده است و در میان این فوتبالبازان بازیگران 16 17 18 و 19 و 20 ساله را میتوان پیدا کرد و چنین برخوردهای سخت باعث بر آن میگردد که فوتبالبازان آسیب گیرند و یک مدت از میدانهای سبز فوتبال کنار روند. در مورد رقابت‌های دسته جوانان توپ 20 ساله مالایزیا در مرحله نهایی چمپیونات آسیا در سال 2018 کمتر پیش سخن میکردیم که اونجا دسته مذکور با تیم‌های عربستان سعودی، تاجیکستان و جمهوری مردمی چین رقابت کرده از نتیجه 3 وخوری همگی یک امتیاز به دست آورد. یعنی یک رقابت را در مرحله گروهی با نتیجه مساوی پشت سر کرد که آن هم مقابل جوانان توپ 20 ساله تاجیکستان بود. و از گروه دی دسته مذکور با کسب یک امتیاز در زینه از همه آخر قرار گرفته بود. در چمپیونات آسیا میان بازیگران تا 18 ساله در سال 2018 اینجا امکانیت برای بازیگران کره شمالی به میان آمد، ولی دفاعگران مالایزیا حالت مذکور را برطرف نمودند. سر از سال 2018 دسته جوانان توپ 20 ساله مالایزیا دیگر در مرحله نهایی جام آسیا شرکت نکردند. یک ضربه نه چندان درست و همین طریق توپ از میدان بیرون شد. ری یانگ دوک در وخور امروزه نه چندان خوب بازی کرده ایستاده است. مؤلف 3 گل دسته کره شمالی در رقابت قبلی مقابل شریلانکا. این زمان از میان دسته های گروه ای به حیث نشانزن بهترین محض ری یانگ دوک است. او فعلا به نام خویش 3 گل را ثبت کرده است. در مرحله انتخابی جام آسیا 2020 اینجا یک ضربه بسیار هم سخت از جانب ری یانگ دوک از قبط دوم او جانب دروازه مالایزیا ضربه اجرا کرد که به نتیجه به پایان رسید. در مرحله انتخابی چمپیونات آسیا در سال 2020 بازیگران دسته مالایزیا اشتراک نکردند که سببش همون پاندمی کووید 19 بود. اما اکنون دیگر باره بازیگران این دسته یعنی جوانان توپ 20 ساله این دسته امکانات پیدا میکنند که برای صاحب شدن مرافقت مرحله نهایی جام آسیا در سال 2025 تلاش کنند. بازیگران این دسته 3 مرتبه در فینال جام آسیا اشتراک کردند ولی یگان مرتبه پیروز نشدند. در اولین چمپیونات آسیا میان فوتبالبازان تا 19 ساله که سال 1959 برگزار شده بود مالایزیا در فینال قرار گرفت. در سال 1960 نیز بازیگران این دسته در فینال قرار گرفته بودند و 2 سال پی هم جوانان تا 20 ساله مالایزیا شکست خوردند. یکی از بهترین نتیجه ها برای بازیگران این تیم مثلا همون دستاوردهای سال 1959 و 1960 محسوب می شود. در برابر اشتراک در مرحله نهایی جام آسیا همزمان بازیگران مالایزیا تجربه اشتراک در چمپیونات جهان را نیز میانی فوتبالبازان تا 19 ساله دارند. اینجا امکانیت برای فوتبالبازان کره شمالی به میان می آید. چای کوک دمای حمله دسته کره شمالی را دیدیم که به نتیجه به پایان رسید. باز هم توپ در نظارت فوتبالبازان این دسته است. موقعیت جویا می شوند برای براه ماندن هجوم خویش. گزارش از کنار چپ و ضربه کنجی.
بازیگران دسته کره شمالی در آغاز الکترش در قسم دوم وخوری امکانیت پیدا میکنند که از ضربه کنجی توپ رو با بازی درآورند. طوری میبینیم توپ اولین شده به دست دروازه‌بانی دسته مالایزیا ایمان حوزیق است. جوانان تا 20 ساله مالایزیا در برابر اشتراک در مرحله نهایی جام آسیا در طول فعالیت خویش یک مرتبه در چمپیونات جهان نیز اشتراک کردند که این چیز با سال 1997 راست میآید. پس دیگر بار با داخل جریمه گاه ادامه حمله دسته کره شمالی و اینجا دروازه‌بان دسته مالایزیا حوزیق ایمان توانست که حالتی به عمل آمده را برطرف کند و در هفته وخوری امروزه بورخو دروازه‌بان این دسته دروازه خویش را از گل نجات داده بود. خوب نوارهای تکراری اینجا پیشنهاد ما و شما میگردد. اینجا نه اینکه دروازه‌بان بلکه دفاعگر دسته مالایزیا با سر توپ را زده از میدان بیرون کرده است. ادامه حمله کره شمالی پس به داخل جریمه گاه و کسی نیست که هجوم کره شمالی رو تقویت بخشد. اینجا دروازه‌بان دسته مالایزیا حوزیق ایمان اندکی آسیب گرفته است. بعد داور مرکز باز هم طبیبان تیم مالایزیا را به میدان دعوت میکند و در این لحظه ها اندکی فوتبالبازان هر دو تیم امکانیت پیدا میکنند که خستگی خود را برطرف کنند. خوب همون لحظه خطرناک و همون لحظه که دروازه‌بان دسته مالایزیا حوزیق ایمان اندکی آسیب گرفت از جانب کارگردان پیشنهاد ما و شما گردید. هرچند در ابتدا حوزیق ایمان درد را احساس نکرد و با گذشت چند دقیقه او از ران پای راست خود اندکی درد را احساس نمود و اینجا یاری اولیه طبیبان نیز به او رسانیده می شود. طور می بینیم حوزیق ایمان می تواند که وخوری مذکور را ادامه بدهد. در هفته وخوری امروزه بازیگران مالایزیا بسیارتر به خط دفاع مایل هستند. کوشش به خرج داده ایستادند که از عکس الهجوم ها کار گیرند. در اکثر حالت بازیگران این دسته در خط دفاع 5 نفره قرار میگیرند، ولی طرح جایگذاری بازیگران دسته مالایزیا 4-4-2 است. و این تاکتیک خاصی خوان تورس کاریدو متخصص اسپانی به حساب می رود. او در کدام سن سالی که به حیث سرمربی کار و فعالیت میکرد بسیارتر با طرح جایگذاری 4-4-2 شاگردان خویش را وارد عرصه رقابت میکرد. بار دیگر ضربه کنجی تعیین میگردد وسط بازیگران کره شمالی. دقیقه 65 وخوری است و حساب مساوی 0-0 است.
ارسال با داخل جریمه‌گاه. اولین شده با توپ بازیگران مالایزیا رسیدند و اینجا محمد هیکل دانش سرعت بلند گرفته به خط حمله می‌رود. یک از امکانات خطرناک میتواند برای فوتبال بازان دسته مالایزیا باشد و در این حالت مقابل محمد هیکل دانش قاعده بازی ویران شد. فوتبال بازی شماره 5 این دسته کارت سرخ میگیرد. دوستان عزیز، جانگ اون هیاک با کارت سرخ مستقیم مجازات گردید. نه، او در قسم اول یک کارت زرد داشت. چه اشتباهی دغله از جانب دفاعگر دسته کره شمالی. ببینید محمد هیکل دانش چطور در این حالت حریف را بسیار هم خوب فریب کرد. با یک حرکت توپ رو از او گذراند، ولی بعداً جانگ اون هیاک بازیگر شماره 5 با استفاده از قوه دست محمد هیکل دانش را از پای زده افتاند. او در نیمه اول رقابت یک کارت زرد داشت و این حالت را داور مرکز صرف نظر نکرد. کارت دوم زرد داد که بالاخره به کارت سرخ تبدیل یافت. خب در حتی دسته مالایزیا اینجا تغییرات به میان میآید. فوتبال بازی شماره 9 عزت محمد از میدان گرفته شد و به جای او بازیگر تحت شماره 7 زمیرالحکیم وارد میدان گردید. عزت محمد در آغاز این واخوری انیخترش در دقیقه 9 قسم اول یک امکانات بسیار هم خوب داشت. با دروازه‌بان 1 به 1 برآمد ولی نتوانست که آن را به گل انجام دهد. خب محمد هیکل دانش ضربه او را می‌بینیم، امکانیت بسیار هم خطرناک و دروازه‌بان دسته کره شمالی آنگ کیلریانگ ضربه زده محمد هیکل دانش را برطرف نمود. به کنج نزدیکی دروازه توپ روان کرده شد. اندکی دیرتر اگر جهش میکرد هانگ کیلریانگ آنگاه توپ را از دروازه خود بیرون میکرد، یعنی به گل تبدیل میشد. ارسال به داخل جریمه‌گاه امکانیت برای بازیگران دسته مالایزیا اینجا به میان میآید. ضربه از مسافه دور و بلندتر از تیر دروازه ضربه زده زمیرالحکیم بیرون می شود. فوتبال بازی که همگی چند دقیقه پیش از کرسی بازیگران نوبت‌پای مالایزیا وارد میدان گردید. در چمپیونات جهانی سال 1997 که دسته جوانان مالایزیا اونجا اشتراک کرده بود، در گروه A قرار گرفته بودند همراه با تیم‌های اوروگوئه، مراکش و بلژیم. در واخوری‌هایی که اونجا برگزار شدند مالایزیا در 3 واخوری از مراکش، بلژیم و اوروگوئه با حساب‌های 3-1، 3-0 و 3-1 در 3 رقابت مغلوب شده بدون به دست آوردن امتیاز رقابت‌های خویش را در چمپیونات جهانی سال 1997 به انجام رسانیده بود و سر سال 1997 این جانب یعنی طول 27 سال می شود که دسته جوانان مالایزیا نمی توانند به چمپیونات جهان میان جوانان راه یابند. ادامه واخوری برای فوتبال بازان کره شمالی باز هم مشکل تر خواهد شد، زیرا بازیگران این دسته رقابت مذکور را 10 نفره ادامه میدهند. اینجا از هیئت احتیاطی این دسته 2 بازیگر آماده هستند برای به میدان آمدند و جان چال قبل از به میدان وارد کردن آنها یک قطار کارهای فهماندهی را نیز انجام میدهد، به خصوصا همون موقعیت هایی که از کدام منطقه های میدان از جانب فوتبال بازان کره شمالی به خطاگی راه میدهند، میخواهد که با انجام دادن تغییرات آن خطاگی ها را برطرف کنند. زمیرالحکیم بود که از کنار چپ میدان یک کوشش کرد به خاطر تقویت بخشیدن هجوم دستش ولی موفق نگردید. در احاطه انیخترش زیر فشار دفاعگر حریف قرار گرفت و از ضربه نه چندان درست و دقیق انجام داد.
وابسته از آن که بازیگران کره شمالی در واخوری امروزه یعنی سرکرده از دقیقه 68 در میدان 10 نفر باقی موندند، اما در خط حمله فعال هستند. باید از این چیز بازیگران مالایزیا به خوب استفاده کنند، یعنی آنها در میدان یک نفر زیاد هستند. محمد هیکل دانش از احاطه 2 نفر بسیار هم خوب برآمد. این نوبت فوتبال بازان دسته مالایزیا به خط حمله رفتنی هستند. پس درو دراز به خط حمله و فوتبال بازی شماره 18 این تیم نتوانست که اولین شده به توپ برسد. محمد عفیق حکیمی حملگری کناری دسته مالایزیا است و در رفتی و خوری موزه نه اونقدر فعال است. در عموم بازیگران خط حمله مالایزیا در رقابت امروزه نه چندان خوب هنرنمایی کرده ایستادند. اینجا در حیات دسته کره شمالی تغییرات به میان می آید. از میدان فوتبال باز تحت شماره 9 کیم جین سانگ گرفته شد و با جای فوتبال باز تحت شماره 17 ها ایلهانگ به میدان وارد گردید. همزمان یک تغییرات دیگر انجام داده شد. از میدان بازیگر تحت شماره 19 گرفته می شود. این یون سو اونگ است و به جای او فوتبال باز تحت شماره 6 چوی کوک گان به میدان وارد گردید. جان چال سرمربی دسته جوانان تا 20 ساله کره شمالی در هفته واخوری امروزه او 3 تغییرات انجام داد و در ادامه واخوری امکان دارد که 2 بازیگر دیگر را از هیئت احتیاطی به میدان وارد کند. بعد از آن که بازیگران کره شمالی در میدان یک نفر کم باقی موندند، اندک سرعت بازیشان کاسته گردید و از این چیز مالایزیا تا کنون نه آنقدر خوب استفاده کرده ایستاده است. اینجا امکانیت برای بازیگران مالایزیا می توانست به میان آید، ولی فوتبال باز شماره 3 این دسته محمد فریس دانش توپ را خوب قبول کردن نتوانست. قاعده بازی ویران نگردیده است و هم اکنون داوری این واخوری قاعده ویران کنی را بین و بعد گرفت. مرحله نهایی جام آسیا 2025 در کشور چین برگزار می‌گردد. اینجا امکانیت برای فوتبال بازان دسته مالایزیا ضربه و کسی نیست که در داخل جریمه‌گاهی کره شمالی اولین شده به توپ برسد. در حالت قبلی حملگر مالایزیا که در قسم دوم وارد میدان گردید زمیرالحکیم بود که بعد داخل جریمه‌گاه دسته کره شمالی وارد گردید و یک امکانیت خطرناک را نیز در آنجا سازمان داد. در عموم جمهوری مردمی چین مرتبه دوم است که مسئولیت میزبانی مرحله نهایی جام آسیا میان فوتبال بازان تا 20 ساله را بر ذمه خویش میگیرد. بار اول قسمت نهایی جام آسیا در چین سال 2010 برگزار گردیده بود و آن زمان یعنی در سال 2010 کشور کره شمالی عنوان قهرمانی را مال خویش کرده بود. در عموم سر سال 1959 این جانب است که در قاره آسیا چمپیونات آسیا به فوتبال میان بازیگران تا 19 و سر سال 2020 این جانب میان بازیگران 20 ساله تشکیل و برگزار می شود. بار دیگر بازیگران کره شمالی به خط حمله میگذارند. اینجا دفاعگر دسته مالایزیا با یک پایغچ اولین شده به توپ رسید
محمد عقیم حزمی بود در حالت قبلی. ارسال توپ با داخل جریمه گاه. هجوم فوتبال بازی دسته کره شمالی رو میبینیم. امکانیت داده نمی شود. مبارزه برای به دست آوردن توپ ادامه دارد. عموما احساس نمیکنید که بازیگران کره شمالی در میدان یک نفر کم هستند. محمد هیکل دانش در احاطه 3 نفر و اوت کار کرد. اینجا در حد دسته مالایزیا یک تغییرات انجام داده می شود. بازیگر شماره 18 محمد عفیق حکیمی میدان را ترک نمود و به جای او بازیگر رقم 12 امیر فرهان به میدان وارد شد. امیر فرهان اساساً محافظتگر است، یعنی در خط دفاع بازی میکند، ولی خوان تورس گاریدو از میدان دفاعگر کناری را گرفت و به جای او دفاعگر مرکزی را وارد میدان کرد. اینجا به خاطر در حالت نوبازی قرار داشتن رفتی واخوری منع کرده شد. حملهگری دسته مالایزیا نعیم زینالدین در حالت نوبازی قرار داشت. محمد هیکل دانش هجوم نوبتی دسته مالایزیا را براه میماند، ولی فوتبال بازی که چند پیش به میدان وارد شد امیر فرهان در حالت قبلی توپ را از دست داد و دیگر باره خطای خود را جبران کرد. محمد ایمن هنگامی که حریف توپ رسوایی می شود، بازیگران کره شمالی زود فشار آورده کوشش به خرج می دهند که توپ را با نظارتی خیش گیرند. پس دیاگونالی به کنار راست میدان امیر فرهان ارسال او به داخل جریمه گاه و باز هم به نتیجه به انجام رسد. دقیقه 77 واخوری جریان دارد و تا کنون حساب مساوی است، 0-0. بدون قاعده ویران کنی فوتبال بازی کره شمالی توپ را گرفتند. به اینجا ضربه کنجی تعیین می‌گردد برای بازیگران دسته مالایزیا. بازیگران دسته مالایزیا با پاس کوتاه توپ را از ضربه کنجی با بازی در آوردن. ارسال به داخل جریمه گاه. اولین شده به توپ دروازه‌بان دسته کره شمالی میرسد. محمد هیکل دانش از نفر یکم گذشت و نفر دوم با او خلل ایجاد کرد. چای کوک قاعده بازی ویران نگردیده است. مبارزه کتف به کتف اونجا صورت گرفت و فوتبال بازی دسته مالایزیا دانش حکیمی در لحظه قبلی موفق گردید و همین گونه از اوت بازیگران مالایزیا توپ را به بازی در آوردند. محمد هیکل دانش دیگر بار از مرکز میدان هجوم فوتبال بازی مالایزیا را براه میماند. دانش حکیمی پسی او به کنار چپ میدان، بله پسی خطا انجام داده شد. تا پایان وقت اساسی واخوری دسته های کره شمالی و مالایزیا زیادتر از 10 دقیقه باقی میماند و حساب مساوی است 0-0. ضربه جانبی دروازه کره شمالی و دروازه‌بان این دسته
آنگ کیلریونگ حالت مذکور رو برطرف نمود. دیگر بار ضربه کنجی تعیین می‌گردد به سودی بازیگرانی دسته مالایزیا. خب بیاید به نوعهای تکراری متوجه می‌شویم که طور با نوگی پای خش یک ضربه بسیار هم سخت رو جانبی دروازه کره شمالی اجرا نمود. دیگر بار پاس به داخل جریمه گاه. اینجا آوت به سودی بازیگران مالایزیا تعیین می‌گردد. تا یک چند دقیقه آخر است که مالایزیا در قیاس با کره شمالی فعالتر می شود. در مرکز میدان محمد هیکل دانش بود که توپ را قبول کرد ولی وریانتی درستی پاس دادن رو دریافت نکرد. کنار چپ میدان مبارزه برای به دست آوردن توپ ادامه دارد و در این مبارزه فوتبال بازی کره شمالی موفق گردید. نوبت از این چیز هجوم بازیگران کره مالایزیا اینجا می توانست ادامه یابد ولی باز هم در خط دفاع فوتبال بازان کره خیلی خوب بازی میکنند و خوب میدانند که آنها یک نفر کم بازی کرده ایستادند. به همین چیز اهمیتی بیشتر داده در خط دفاع اندک بازی خوب رو نشان میدهند وگرنه این دسته پیوسته به خط حمله گذشته نمی شود. یکی از تیم هایی که در چمپیونات جهان میان فوتبال بازان تا 20 ساله از همه زیاد پیروز شده است این جوانان کشور ارژانتین هستند که در عموم 6 مرتبه در سالهای 1979 1995 1997 2001 2005 و 2007 6 مرتبه جوانان تا 20 ساله ارژانتین قهرمانی جهان شدند. در زینه دوم باشد برزیلیا، در زینه سوم پرتغالیا و کشورهای سربیا، اوروگوای، گانا، اسپانیا، روسیه، آلمان، انگلیا، فرانسه و اوکراین در عموم یک مرتبه پیروز شدند و در زینه‌های بعدی قرار گرفتند. اگر ما به تیم‌های آسیایی توجه کنیم یعنی به تیم‌های آسیایی که در چمپیونات جهان بسیارتر اشتراک کردند و سزاوار زینه‌های افتخاری نیز گردیدند آن کره جنوبی، قطر و ژاپن هستند. این سه منتخب 3 مرتبه در چمپیونات جهان اشتراک کردند. ابتدا ژاپن در سال 1999 در فینال قرار گرفت، شکست خورد. قطر نیز یک مرتبه در فینال بود در چمپیونات جهانی جوانان تا 20 ساله ناکام گردید و سپس کره جنوبی در سال 2019. اینجا امکانیت برای فوتبال بازان دسته کره شمالی به میان می آید. چوی کوک و بازیگر مالایزیا بعدی پایغ جشن حالتی مذکور رو رفت نمود. از یک اشتباه کوچک فوتبال بازان کره شمالی زود به خط حمله گذاشتند و هم اکنون در این برابر بازیگران مالایزیا هجوم نوبتی خش را به راه میمانند. از کنار چپ میدان ارسال با داخل جریمه گاه و حملهگر دسته مالایزیا هرچند به توپ رسید ولی ضربه موافق و مناسب جانب دروازه کره شمالی روان کردن نتوانست. بار دیگر بازیگران کره شمالی امکانیت خوبی به هجوم رفتن را داشتند اما یک پس نادرست هجوم آنها را به نقطه نهایی رساند.
حملهگر دسته مالایزیا در مبارزه کتف به کتف قاعده بازی را ویران کرد. بازیگران کره شمالی اگر در رقابت موزه به نتیجه مساوی دست یابند حتما قانع خواهند شد، زیرا آنها سر کرده از دقیقه 68 رقابت را 10 نفره ادامه داده ایستادند. خوب بینندگان عزیز، در حیاط دسته مالایزیا یک تغییرات دیگر به میان اومد. از میدان بازیگر رقم 5 محمد عقیم حزمی از میدان گرفته شد و به جای او فوتبالباز شماره 4 موزس رج وارد میدان گردید. محض همین موزس رج در رقابت قبلی مقابل عمان یک گل دسته مالایزیا را محض او به هدف رسانده بود. دیگر بار بازیگران دسته مالایزیا طریقه کناری راست به هجوم رفتنی می شوند، ولی به این چیز بازیگران کره امکانیت نمی دهند. خوب یک تغییرات دیگر در حیاط دسته مالایزیا به وقوع پیوست. میدان را بازیگر شماره 13 محمد دانیال ترک نمود و به جای او از هیئت احتیاطی این دسته فوتبالباز شماره 8 محمد وارد میدان گردید. لحظه به لحظه رقابت مذکور به انتهای خیش نزدیک می شود، ولی دسته ها نه چندان امکانات خوبی گلزنی را در این لحظه ها سازمان می دهند. توپربایی بسیار هم خوب، ولی اونجا اندکی قاعده بازی ویران گردیده است. وخوری های دور سه‌م مرحله انتخابی جام آسیا 2025 در گروه ای سنه 25 سپتامبر برگزار می‌گردند و در دور سوم دسته مالایزیا استراحت می‌کند، یعنی در دور سوم این تیم بازی نمی‌کند، به خاطر آنکه در گروه ای 5 دسته جایگیر شده است و در هر یک دور یک دسته استراحت میکند. در دور اول بازیگران توپ 20 ساله کشور ما اشتراک نکردند. در دور دوم باشد دسته جوانان توپ 20 ساله عمان اشتراک نمیکنند. در دور سوم باشد مالایزیا اشتراک نخواهد کرد. در دور چهارم باشد شریلانکا استراحت میکند و در دور اخیر یعنی دور پنجم که سنه 29 سپتامبر برگزار می شود، آنجا دسته جوانان کره شمالی بازی نمی کنند. خوب، تغییرات نوبتی در حیاط دسته کره شمالی به وقوع پیوست. از میدان بازیگر تحت شماره 10 کاپیتان این دسته چوی کوک از میدان گرفته شد و به جای او فوتبالباز شماره 12 را مو ریونگ به میدان وارد گردید. فکر میکنم این آخرین تغییرات بود در حیاط دسته کره شمالی و در این برابر یک بازیگر دیگر نیز میدان را ترک نموده است. ریونگ داک بازیگر رقم 7 و به جای او فوتبالباز شماره 15 ریم ریونگ به میدان وارد گردیده است. آهسته آهسته وقتی اساسی رقابت نیز به انتهای خیش نزدیک می شود، یعنی دقیقه 92 وخوری دسته های کره شمالی و مالایزیا برگزار شده ایستاده است و حساب تا کنون مساوی 0-0 است.
بار دیگر بازیگران دسته مالایزیا از مرکزی میدان هجوم نوبتی خش را براه میمونند. اینجا بسیار خوب بازی کرد دفاعگری مرکزی دسته مالایزیا، با یک حرکت حملهگری کره شمالی را فریب داد. 90 دقیقه وقتی اساسی نیست پشتی سر گردید. اینجا چند دقیقه اضافه می شود از جانب داور سوریگی. خوب قاعده ویران کنی به قید گرفته شد. حملهگری دسته مالایزیا هنگام توپ رو در میدان باقی گذاشتند اندکی به بدن حریف با پای زد. خوب از جانب داور سوریگی به وقت اساسی وخوری دستای کره شمالی و مالایزیا 5 دقیقه زم گردید و امکاناتی بنیاد خوب است که هر دو دسته در رفتی وخوری امروزه با زدن گل دست یابند و صاحب امتیاز شوند. پس این نادرست با اشتراکی بازیگران دسته مالایزیا اونجا صورت گرفت. نوبسته از این چیز میتوانست که هجومی بازیگران این تیم ادامه یابد. هنگامی که بازیگران مالایزیا توپ رسانی میشوند یک بار در خط حمله این تیم 3 حملهگر قرار میگیرند، ولی توپ در نظارت بازیگران کره شمالی باشد آنجا تنها یک نفر حملهگر مرکزی در خط حمله بازی میکنه. در دور سیوم مرحله انتخابی جام آسیا 2025 در گروه ای دسته کره شمالی با تاجیکستان بازی میکند و در وخوری دیگری دور سیوم تیم‌های عمان و شریلانکا با هم نیروسنجی خواهند کرد. آن وخوری‌های دور سیوم سنه 25 سپتامبر برگزار میشوند. اینجا دروازه‌بان این دسته مالایزیا از موقع خود ادامه دارد. در همین لحظه ها هجومی دسته مالایزیا قطع گردید. پاس های درست از جانب فوتبالبازان این تیم به نهایت کم است، به استثنای نیم افسدگری مرکزی این تیم محمد هیکل دانش. با پاس‌های کوتاه فوتبالبازان دسته کره شمالی به خط حمله رفتند. اینجا بازیگر این دسته از پای افتید، برای داور مرکز قاعده ویرانکنی را به قید نمیگیرد. در لحظه قبلی اندکی داور این وخوری به رفتی رقابت خلل ایجاد کرد، یعنی توپ بعد رسیش به تن داور سمت خود را عوض نمود و طبق قاعده فرپلی دیگر بار توپ از پای فوتبالبازان دسته مالایزیا به بازی وارد کرده شد. دقیقه آخرین زم نموده داور نیز شروع گردید. در همین لحظه ها فوتبالبازان دسته مالایزیا امکانیت دارند که گل غلبه آور را به دروازه دسته کره شمالی به ثمر رسانند. جو توپ از اوت به بازی در آورده شد. یک ضربه نه چندان خوب از جانب نیم محافظتگری دسته مالایزیا اجرا کرده شد. با احتمال زیاد بینندگان عزیز رقابت امروزه با نتیجه مساوی به پایان میرسد، چون که تا انتهای این وخوری ثانیه های با شمار باقی ماندند و داور مرکز برای راه اندازی نمودن حداقل یک هجوم دیگر به فوتبالبازان هر دو دسته امکانیت میدهد. پس دور دراز با داخل جریمه‌گاه دسته مالایزیا و همین ترتیب هجوم این دسته به انجام رسید.
بالاخره در همین لحظه ها بینندگان عزیز صدای هشتک داور مرکز از انجام رقابت دسته‌های کره شمالی و مالایزیا درک می‌دهد. این دو دسته در دایره بازی‌های دور دوم مرحله انتخابی جام آسیا 2025 در گروه ای با هم نیروسنجی کردند و وخوری مذکور بدون زدن گل 0-0 به انجام رسید و اکنون این دو دسته صاحب یک امتیازی می‌گردند. بینندگان عزیز در همین لحظه ها گزارش مستقیم ما از ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه به انجام رسد. به توجه شما می‌رسانیم که ساعت 20 با وقت محلی وخوری دیگری همین گروه با اشتراک دسته‌های شریلانکا و تاجیکستان برگزار می شود. طول این دقیقه ها در نزد میکروفون بودم من شورای دولت خطیب زاده با جمعی همکاران تکنیکی. خیر تنسیت و خانه آباد باشید.